من اومدم دوباره با یه معرفی فیلم فوق‌العاده دیگه. پس حتما با من همراه بشین تا آخر ویدیو. قراره بریم بالای ابرا. اسم فیلم امروز اسپریده که محصول سال 2009. داستان فیلم در رابطه با یه بچه خوشگل بیپول آشولاش ولی جنتلمن و دخترکشیه که چترباز خیلی قهاریه و قشنگ بلده چطوری چترشو خونه دختره باز کنه و بدون پول دادن تو خونه اونا زندگی کنه. این پسر جذابمون اسمش نیکه که با یه کوله پشتی وارد پارتی بچه پولدارا میشه. یاد این دخترها افتادن که میرن فرودگاه امام شوهر پیدا کنن. از قیافه دخترها توی مهمونی مشخصه، بعضیا حسابی براش خیس کردن، بعضی هم تو کفشن و با دیدنش میخوان بزنن، بعضی هم از حسودی زیاد ازش متنفرن. نیک که انگار اومده شکار پلنگ، دو سوته میلف داف که اسمش سامانتاس رو پیدا میکنه و دنبال اون میره. سامانتا میخواد از مهمونی بره بیرون و به نیک میگه ببین تو پسر خیلی خوشتیپ و جنتلمنی هستی ولی اصلا امکانش نیست تو رو ببرم خونم. اما نیک توی یه چشم هم زدن مخشو میزنه و با دستای ماهری که داره قشنگ بدنشو گرم میکنه و سامانتا میبرتش خونش. زمانی که میرسه اونجا میبینه افتاده تو ظرف عسل. یه خونه 5 میلیون دلاری تو بهترین نقطه شهرشون، مثل الهیه ما تو تهران. نیک تلاش میکنه شبیه ندید بدید و زایه بازی در نیاره. صبح میلف فوق هات ما که میبینه نیک از خواب بیدار نمیشه، اونم کارت بانک پرپولشو میذاره برای نیکو، میگه عشقم برو هر چقدر دلت میخواد خرج خودت کن. خدا شانس بده. نیک که یه کیس عالی پیدا کرده قشنگ تورشو پهن میکنه تا جایی که میتونه میکنه ازش. برای اینکه تو این خونه بمونه تنها کاری که لازم انجام بده کردن سامانتا از جلو و عقب و خوردن کلوچه خیس صورتیشه که پسر قشنگمون توی به اوج رسوندن خانما حرفه‌ایه. یه روزی سامانتا برای قرار کاری 3 روز بعد بره نیویورک. نیک شب اول میاد تو خونه یه پارتی بزرگ میگیره و توی پارتی هم یکی از دافا رو جور میکنه و ترتیب دختر رو تا صبح میده، جوری که دیگه دختره نمیتونه صبح راه بره. روز بعد هم نیک اکس خودش رو میاره خونه و قشنگ دختره براش یه دارکوبی خفن میزنه و میمیهای دختر رو حسابی کبود میکنه. خونه سامانتا که عملا دیگه مکان نیک شده، شب همون روز هم میره سراغ یه داف دیگه و اونو میاره تو خونه و ترتیب اونم میده. نیک فکر میکنه تا اومدن میلف جذابش هنوز یه شب دیگه فاصله داره، ولی سامانتا که خدمتکار خونش بهش آمار نیکو داده همون شب بلیت میگیره و میاد نیکو در حالی که وسط عملیاته مششو میگیره. سامانتا میخواد نیکو با لگد بندازه بیرون و بهش میگه درسته ما فقط رابطمون تو تخت خواب بود ولی تو از اعتماد من سوء استفاده کردی. نیکم میگه اگه اینطوریه تو باید یکم به من اهمیت بدی و دنبال کارت نباشی همش. رو نیست که سنگ با قزوینه. بعدم حسابی مظلوم نمایی میکنه و میگه جایی ندارم شب بمونم، اگه بیرونم کنی بعد برم شب زیر پل بخوابم. سامانتا هم دلش کباب میشه و میگه باشه باز دوباره خرم کردی، میتونی بمونی اینجا تا کارتون خواب نشی. یه روز نیک توی رستوران از یه دختر فروشنده بدبخت خوشش میاد. راست میگن آتش پسرا میرن دنبال یه دختر بدبخت بشه، این دختر مستقل پولدارا نمیمونن. دختره اسمش هیتره که نیک میخواد مخشو بزنه و دخترم اصلا بهش پا نمیده. نیک هم لجش میگیره و به جای اینکه پول صورت حسابو بده شماره‌شو اونجا مینویسه و از رستوران میزنه بیرون. چند ساعت بعد دختر آدرس رو پیدا میکنه و میاد پول صورت حساب ازش بگیره. نیک میخواسته با خونه سامانتا دختر رو خر کنه و ببرتش تو تخت خواب. فردا با یکی از دوستاش یکی از ماشین‌های سامانتا رو برمی‌دارن و دوباره میرن اون رستورانه. اون سعی میکنه ادای یه بیزینسمن پولدار رو در بیاره. هیتر هم میاد بهش میگه اگه اون ماشین مدل بالا مال توئه پلیس داره جریمش میکنه. نیکم میرینه به خودش و میره اونجا و چون افسر پلیس که خانم محسنه خیلی راحت مخشو میزنه و اجازه نمیده جریمش کنه. نیک بالاخره موفق میشه و زمانی که از رستوران میاد بیرون شماره هیتر رو میگیره. اونا با همدیگه دیت میرن ولی از شانس بعدش همون اولی که نشستن غذا بخورن گوشه هیتر زنگ میخوره و میگه باید برن. روز بعد دوباره به همون رستوران میره ولی میگن که اصلا چنین دختری اینجا کار نمیکنه. سامانتا چون انقدر پسرا کردنش مریضی گرفته باید یه چند روز بستریشه بیمارستان. این یعنی خونه یه بار دیگه برای نیک خالی میشه. ولی پسرمون بچه مثبت شده و دیگه هیچ دختری رو نمیاره اونجا. شاید هم ترسیده سامانتا این بار بندازتش بیرون تو خیابون بمونه. ولی میبینه هیتر سر خود اومده اونجا و داره تو استخر خونه میلفش شنا میکنه. چه خودمونی میشن این خارجی‌ها. بعد من میرم مهمونی میوه نمیخورم که نگن چقدر پرروه. هیتر که چند روز بود غیبش زده بود مریضی برادرش رو بهونه میکنه و میگه حال برادرم اصلا خوب نیست، سر امام خریم. اون شب نیک تا میتونه کلوچه هیتر رو میخوره و هیتر هم میره رو زانوهاش برای نیک یه دارکوبی میزنه. روز بعد نیک میبینه
میبینه هیتر خیلی حرفه‌ای بوده، به خاطر همین مشکوک میشه و میره سراغ ماشین هیتر و متوجه میشه هر دوتاشون شغل شریفشون شبیه همه. یعنی هر دوتاشون چتر بازن و دنبال زن و مردای پولدار میگردن تا بتونن تیغشون بزنن. بچه‌ها من کاری با شغلشون ندارم، بالاخره زندگی خرج داره. فقط برام سوال این وسطای خوابیدنشون ایدز نمیگیرن؟ نیک میره سراغ هیتر و بهش میگه بلند شو بچ خانم، تو دست منم از پشت بستی. من خودم این کارم، نمیذارم میلف منم از دستم در بیاری. اون تمایلی به خانوما نداره. نیک با حقارت تمام هیتر رو میندازه بیرون و بعدش هم میره بیمارستان عیادت سامانتا. دکتر سامانتا بیماریش رو برای نیک توضیح میده و میگه تا مدتی نباید رابطه جنسی داشته باشه. نیک هم که هر شب شق میکنه، شبا میره بیرون و دخترای دیگر رو میکنه و بعد روزا میره خونه سامانتا که استراحت کنه. یه روز هم سامانتا دیگه از این موضوع خسته میشه و نیکو از خونه پرت میکنه بیرون. نیک هم آواره خیابون میشه و هیچ کدوم از دوست دخترهاش اونو گردن نمیگیرن. خدا هیچ کس از عرش به فرش نرسونه. حتی نیکو دیگه پارتی هم راه نمیدن که قبلا محل رزق و روزی نیک بوده. اما نیک برای بیزینسی که داره ناامید نمیشه و تلاش میکنه و این بار میره هتل رو امتحان کنه. بعد کنار استخر هتل میخواد موقع یه شوگر مامی رو بزنه و روی اون چتشه، اما توی همون لحظه هیتر رو اونجا میبینه که از خجالت آب میشه و شیرجه میزنه میره تو استخر که قیافش رو هیتر نبینه. و بعد اون هیتر میره تو استخر و دیگه نیک مجبور میشه بهش بگه واقعا به خاطر حرفایی که زدم متاسفم و منو ببخش. تو هم دقیقاً مثل من خرجتو در میاری، پس نباید هر چی لایق خودم بود و بهت میگفتم. زمانی که اون شوگر مامیه میخواد نیکو ببره توی اتاقش، هیتر میگه نه دیگه مام بزرگ، این یکی قسمت منه و بعدش هم نیک رو به خونش میبره. از اونجایی که هیتر دختره توی این بیزینس از نیک خیلی موفق تره و سوژه های خیلی بیشتری رو گیر میاره. اون شب اون با یه پسر خیلی پولدار میره بیرون و آخر شب با کلی غذاهای خوشمزه مثل قرمه سبزی و قیمه برمیگرده. نیک که میبینه بازار خودش کساده، سعی میکنه به هیتر کمک کنه تا بتونه مشاور خوبی بشه و کیسای پولدارتری رو بزنه. یاد فوتبالیستا افتادم که وقتی بازنشسته میشن میرن بعدش سراغ مربیگری. اونا با هم دیگه شب به یه پارتی میرن و اونجا چند تا تکنیک حرفه‌ای به هیتر یاد میده که مخ میلیونری که تازه به الی اومده رو توی اون پارتی بزرگ با تکنیکای طلایی نیک بزنه و توجه آقای میلیونر رو به خودش جلب کنه. نیک هم داره از دور نتیجه زحماتش رو نگاه میکنه و راضی به نظر میرسه. اون شب توی خونه هیتر بهش میگه که تو باید بری روی کاناپه بخوابی و خودش هم میره تو اتاق بخوابه. نیک میگه کاناپه برام کوچیک بوده و هیکل من توش جا نمیشه و میخواد روی تخت بخوابه. هیتر هم از اون تخت بلند میشه و میگه اوکی من میرم روی کاناپه میخوابم. این طول سگم قشنگ کارشو بلده ها. که نیک میگه کامان چرا من اعتماد نداری؟ قول میدم انگشتم بهت نخوره. مت. هیتر برمیگرده روی تخت میخوابه و نیک هم که انگشت کردن هیتر رو شروع میکنه بالاخره هیتر رو گرم میکنه و تا صبح پایه های تخت رو تکون میدن و نیک هیتر رو از هر پوزیشنی که فکرشو کنید ترتیبشو میده و کلوچش رو حسابی میخوره. اونا با هم دیگه حسابی جور میشن و نیک برای اولین بار توی زندگیش به یه دختر اهمیت میده و حتی میشه گفت عاشقش شده. اما از شانس بعدش یه روزی یه نامه از یکی از دوست پسرای خرپول هیتر به دستش میرسه که ازش خواسته بره نیویورک و اونجا با همدیگه زندگی کنن. هیتر هم میره نیویورک و یه دونه نامه برای نیک میذاره. اون توی اون نامه نوشته قراره با نامزدش ازدواج کنه و نیک هم هر کاری که میکنه نمیتونه اون رو متقاعد کنه که برگرده. چند بار پشت سر هم توی روزهای مختلف بهش زنگ میزنه ولی هیچ وقت نمیتونه نظرشو عوض کنه. معلومه نمیتونه، دختر افتاده تو ظرف عسل. نیک هر کاری که میکنه میبینه نمیتونه اینجور زندگی رو ادامه بده و بلند میشه میره نیویورک تا اونجا ازش خواستگاری کنه. اون فکر میکنه زمانی که هیتر ببینه دنبال یه رابطه جدیه شاید بیخیال نامزدش بشه و برگرده پیش نیک. آره به همین خیال باش. زمانی که میره خونه هیتر بهش میگه نباید اینجا میومدی، ولی نیک در جوابش میگه من عاشقت شدم بابا، دیوونتم، و با دادن حلقه ازش خواستگاری میکنه. ولی هیتر بهش میگه من نمیتونم این درخواست قبول کنم چون من با نامزدم ازدواج کردم. اولش حساب نیک جا میخوره ولی بعد میگه خب میتونی ازش طلاق بگیری. هیتر هم با ناراحتی تمام میگه نمیشه چون من واقعا این زندگی تجملاتی رو میخوام. همین موقع هم شوهرش وارد خونه میشه و هیتر هم ازش میخواد $5 به این پسر انعام بده چون از سوپرمارکت براشون خوراکی آورده. دیگه حالا انقدر خراب نباش دیگه. نیک هم با صورتی متعجب که پول چقدر میتونه آدما رو عوض کنه $5 از شوهر هیتر میگیره و با یه قلب شکسته و پرپر شده و حال گرفته زمانی که اونا مشغول بوسیدن هم دیگه از خونه میاد بیرون. لعنتی چرا یه کاری میکنی آخه دلم برات بسوزه. اون که دیگه شکست خورده برمیگرده لس آنجلس و شغل چت بازیشو میذاره کنار و مثل بچه آدم سر کار میره.
اون شغلش پیک موتوریه و یه روزی یه سری بسته ها رو به خونه سامانتا میبره. ولی به جای سامانتا دوست پسرش میاد بسته ها رو تحویل میگیره و بعدش هم خود سامانتا میاد تا پول رو حساب کنه و حال نیک رو میپرسه و ازش میپرسه هنوزم شغل تلکی کردن مردمه و نیک هم بهش میگه نه و گذاشتم کنار. بعدش هم سامانتا از نیک میخواد تا توی زندگیش مراقب خودش باشه و مشخص میشه سامانتا هنوز دلش پیش نیکه و بهش اهمیت میده و شاید دوباره برگرده پیشش. امیدوارم از این فیلم خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم.